مقامات بهداشتی در جنوب تاجیکستان درباره بودن یا نبودن گرفتاران کرونا ویروس صحبت نمی کنند. سه نماینده بهداشتی در ولایت به سوال ما که آیا کرونا ویروس در ختلان ثبت شده است یا نه پاسخ ندادند. آنها بیشتر در مورد التهاب شوش صحبت میکنند و این موضوع را موضوع نگران کننده میگویند. میرالی رجبزاده سردار ریاست تندرستی ولایت نیز اخیراً در یک بیمارخانه سیرایتی شهر باختر بستری شده است که دو نفر مسئول این نهاد خبر را به رادیو آزادی تصدیق کرد و گفت که او بیماری التهاب شوش دارد. همزمان راننده رجبزاده نیز در کرانتین بوده است. در یک جلسه حکومت ولایت ختلان هفته گذشته موضوع گرفتارشوی به التهاب شوش بررسی شده است. معلومات رسمی که در اختیار ما است بیش از 200 نفر در جنوب کشور به این بیماری بستری شدهاند. همزمان هفته گذشته مرگ 10 نفر از التهاب شوش تصدیق شده است. مرگ دو کارمند حکومت ناحیه شهر توس در یک هفته سر و صدای زیادی را به میان آورده است. سیفالدین صدرالدین زاده کارمند بخش مالیات برادر سیفالدین زاده بحریدین رئیس ناحیه قبادیان است. همزمان یک محاسب حکومت ناحیه هفته گذشته فوت دیده است که دکتران مرگ این دو نفر را بیماری قلب میگویند. اما همصحبتان ما گفتند که آنها زیر نظارت شدید پزشکان در بیمارخانه های سیرایتی و زیر دستگاه های مخصوصی صانع هواتهی جان دادند.